جدا از مرگ نمیترسی؟ نه باز چی بترسم؟ من تا حالا 1000 بار مردم. واه کی مردی؟ اون وقتی که عاشق تو شدم پول نداشتم بیام خواستگاری، اون وقتی که سر سفره حلقه بدلی دادیم به همه گفتیم طلاست، اون وقتی یکی یکی این دخترها دنیا اومدم پول نداشتم شیر خوش براشون بگیرم. میدونی چی شراره؟ مردا وقتی شرمنده زن و بچهشون میشن با مردن براشون هیچ فرقی نمیکنه. انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و هزاران بار پیش از مرگ از دنیا رفتن. من معتقدم که سوال اساسی این نیست که آیا زندگی بعد از مرگ اصلا وجود داره یا نداره. سوال اساسی اینه که اصلا تو قبل از مرگ زندگی کردی؟ بابا من همین چندرغاز عمریه که اومدم، کی گفته که من همش عذاب بگیرم؟